یاد دارم از رسول بود مقبولی عملی قبول تا که معلومی تو گردت امتش تا چی از دست امتان را شفقتش بعد از آنایم بمدی چار یار ای برادر یک زمانی گوش دار جمله شبها مصطفی بیدار بود اتفاقا یک شبی خوابش بود اندر خواب تا وقتی نماز این خطاب آمد زهی بی نیاز یا محمد خواب تو زیبنده است هر که در خدمت نباشد بنده نیست آفریدم من تو را از باریان تا شبی پشت و پناه امتان گر بپردازی به خواب نیمه شب سازم اکنون امتانت را غزم دوزخ اندازم از آم و خاص یک تن از ایشان نگردانم خلاص چون شنید این آیه را خیر البشر شد از آنجا امتی گویان بزر رفت از آنجا و ندیدش هیچ کس تا ندور عالم الاسرار بس چون دو سی روزی گذشت این قصه را خون دل خوردن یاران غصه را عاقبت روزی سوم بعد از نماز جمله پیش عایشه رفتن باز چون بپرسیدن زی ام المؤمنین دادیشان را جواب این چنین گفت دوشی نرسید از خطاب امتان رایت از بری عذاب تا که این آیت به گوشی او رسید شد برون از اجرب او را کس ندید جمله یاران لاله بوزاری کنان رو به سر آوریدن آن زمان ناگهان دیدن یک چوپان ز دور گشت پیدا در دلیشان سرور پیش او رفتن بپرسیدن از او گرز پیغمبر خبرداری بگو شد دو سی روزه که گم کردیم ما از فراقش خون دل خوردیم ما آمدیم اکنون به جست و جوی بو نیست ما را زندگی بروی بو گفت من که مصطفی را دیدم بلکه نامش نازی کس نشنیدم لیکو سی روز است آواز خروش از میان کو می آید به گوش میرسد در گوش من از ساعتیم ناله و امتیم جانوران از نالشی او خستن از سلا کردن دان را بستن من گروه جملگی آوردن او رو سوی کو شد نمایان در میان کو غار در میان غار آن صدری که مار سر به سجده مانده پیش بی نیاز با خدای خیشتن می گفت راست بس که رفته از دو چشمش خونده روی پاکی او فرو رفته بگل گریه می کرد و همه گفته ای خدا تا نبخشی امتانم را گناه من نبردارم سر خود از زمین تا به روزی یسر باشم این چنین چون شنیدن این فغان را شد دیگر از فغانش جمله را خون شد جگر گفت صدیقان امیر المؤمنین از کرم بردار سر را از زمین آنچه من در عمر طاعت کردم وانچه در دنیا عبادت کردم آن ثوابش را برای امتان دادم ای پیغمبری آخر زمان گفت پیغمبر مرو را کی رفیق گرچه هستی بنده را یاری شفیق لیکن شفقت ندارد پیش نفس آن خطاب این نخواهد گشت و دم بعد از آن عمر یا دلان چنان گفت ای غمخوار جمله واسیان خود تو چون فرموده بودی باران عدل بیتر از جمیع کاران از کرم بردار سر را از زمین آنچه من خیرات کردم در جان وانچه قرآن جمع کردم اجران جمله دادم به امت یا رسول التماسی بنده را میکن قبول